کتاب کیمیاگر قسمت 6 کتابخوان آنلاین. که سیاه نپوشیده بود. ظرفی بر دوش داشت و روسری به سر کرده بود، اما صورتش رو پوشونده بود. پسر نزدیک شد تا از اون بپرسه. در اون لحظه گویی زمان ایستاد و روح جهان در اون موج زد. وقتی به چشمهای سیاه دختر نگاه کرد و لبانش رو دید که حالتی بین لبخند و سکوت بر اونها نقش بسته بود، بهترین جزء زبان جهانی رو تجربه کرد. زبانی که هر کسی بر روی زمین میتونست اون رو در قلبش حس کنه. عشق. چیزی پیرتر از انسان و قدیمی تر از صحرا. قدرتی که به محض تلاقی در نگاه اعمال میشه. درست عین تلاقی نگاه این دو نفر بر سر این چاه. دختر لبخند زد. و این حتما یک نشونه بود. نشونه‌ای که پسر ناخودآگاه همه عمر انتظارش رو میکشید. چیزی که در لابلای کتابهاش، با گوسفنداش، در بلورها و در سکوت کویر جستجو میکرد. این زبان خالص جهان بود. نیازی به هیچ توضیحی نداشت. همونطور که کائنات هم در طی سفر ابتداییش به هیچ توضیحی نیاز نداشت. چیزی که حس کرد این بود که انگار در حضور تنها زن زندگیش قرار گرفته و این که بدون نیاز به هیچ کلامی دختر هم همین حس رو تجربه کرده بود. بیش از هر چیز دیگه‌ای در جهان به این حس اطمینان داشت. پدر و مادرش و حتی پدر بزرگ و مادر بزرگش هم به اون گفته بودن که قبل از ازدواج باید واقعاً عاشق یک نفر بشه و اون رو کاملاً بشناسه. احتمالاً کسانی که اینجوری فکر میکنن چیزی در مورد زبان جهانی نمیدونن. چون وقتی این زبان رو یاد بگیری میفهمی که کسی در جهان در انتظار توه. چه در وسط یک صحرا، چه در یک شهر بزرگ. و به محض اینکه این دو نفر همدیگه رو میبینن و نگاهشون با نگاه همدیگه تلاقی میکنه، گذشته و آینده اهمیت خودش رو از دست میده. تنها چیزی که اهمیت داره اون لحظه است و یقین و اطمینان از اینکه هر چیزی زیر سقف آسمون توسط یک نفر نوشته شده. دستی که عشق رو فرا میخونه و برای هر شخص روحی همزاد میآفرینه. بدون همچین عشقی رویاهای هیچ کدومشون معنا و مفهومی نداشت. پسر با خودش گفت مکتوب. مرد انگلیسی اون رو به خودش آورد. زود باش دیگه ازش بپرس. پسر به دختر نزدیکتر شد و لبخند دختر رو با لبخندی پاسخ داد. پرسید اسمت چیه؟ دختر در حالی که نگاهش رو برمیگردوند گفت فاطمه. در کشور من هم مردم این اسم رو برای دختراشون انتخاب میکنن. فاطمه اسم دختر پیامبره. جنگجویان این اسم رو با خودشون به همه جا میبرن. دختر زیبا و با غرور در مورد جنگجویان صحبت میکرد. مرد انگلیسی با آرنج به پهلوش زد و تا اون هم در مورد مردی که بیماری‌های مردم رو مداوا میکنه بپرسه. اون مردی که راز همه جهانو میدونه. اون با جنیان در صحرا ارتباط داره. جنیان روح‌های خوب و بد بودن. دختر برای اشاره به محل سکونت مرد جنوب رو نشونشون داد. سپس کوزش رو پر کرد و از اونجا رفت. مرد انگلیسی هم برای پیدا کردن کیمیاگر غیبش زد. پسر مدت طولانی اونجا نشست. به یاد اون روز در تاریفا افتاد که باد مشرق عطر این زن رو براش آورده بود. دریافت که حتی پیش از اون که از وجود اون با خبر باشه عاشقش بوده. میدونست که این عشق پیدا کردن هر گنجی رو براش امکان پذیر میکنه. روز بعد کنار چاه اومد به امید اینکه باز همون دختر رو ببینه. با تعجب دید که مرد انگلیسی همونجا نشسته و چشم به صحرا دوخته. مرد گفت تمام بعد از ظهر و عصر رو در انتظارش سپری کردم. با طلوع اولین ستاره اون هم ظاهر شد. من به اون گفتم که به دنبال چی میگردم. از من پرسید آیا تا حالا تونستم سرب رو به طلا تبدیل کنم؟
منم بهش گفتم که این همون چیزیه که برای آموختنش به اینجا اومدم. پاسخ داد باید تلاش کنم. تنها چیزی که گفتیم بود برو و تلاش کن. پسر هیچ چیزی نگفت. مردک بیچاره این همه راه اومده بود تا به اون بگن همون کاری رو انجام بده که تا حالا بارها انجام داده بود. خب پس بازم تلاش کن. این همون کاریه که انجام میدم. از همین الانم شروع میکنم. به محض اینکه همسفر انگلیسیش رفت، فاطمه ظاهر شد و کوزش رو با آب پر کرد. پسر گفت من به اینجا اومدم تا فقط یک چیز به شما بگم. با من ازدواج کن. من عاشق تو هستم. کوزه از دست دختر به زمین افتاد و آبش ریخت. من هر روز اینجا منتظر تو میمونم. من صحرا رو در پی یافتن گنجی نزدیک اهرام سپری کردم و برای من جنگ یک مصیبت بود. اما حالا یک موهبته چون باعث شده تو رو پیدا کنم. دختر گفت بالاخره یک روز جنگ تموم میشه. پسر به اطراف نخلستان نگاه کرد. به یاد آورد که روزگاری چوپان بوده. باز هم میتونست چوپان باشه. فاطمه برای اون از گنج مهمتر بود. دختر که حدس میزد اون در چه فکریه گفت افراد قبیله همیشه به دنبال گنج میگردن و زنای صحرا به مردای قبیلشون افتخار میکنن. دوباره کوزش رو پر کرد و از اونجا دور شد. پسر هر روز بر سر چاه میرفت تا فاطمه رو ملاقات کنه. اون درباره دوران چوپان بودنش، درباره پادشاه و بلور فروشی براش گفت. اونها با هم دوست شدند و به جز 15 دقیقه‌ای که هر روز با هم صحبت میکردن، بقیه روز کشدار و طولانی میگذشت. از اقامت اونها 1 ماه گذشت که یک روز صبح راهنمای کاروان همه رو جمع کرد و به اونها گفت ما نمیدونیم جنگ کی تموم میشه. بنابراین نمیتونیم به سفرمون ادامه بدیم. ممکنه جنگ خیلی طول بکشه. هر دو طرف جنگ قدرتمند هستن و برای هر دوشون جنگ مهمه. این نبرد خوب و بد نیست. جنگی بین دو قدرت که میخوان متعادل بشن و وقتی چون این جنگی در بگیره بیش از سایر جنگ ها طول میکشه. چون الله پشتیبان هر دو طرفه. مردم به محل اقامتشون برگشتن و پسر رفت که فاطمه رو ببینه و به اون گفت که در جلسه صبح چی شنیده. فاطمه گفت روزی که همدیگر رو دیدیم تو گفتی که عاشق من شدی. بعدش تو درسایی در مورد زبان جهانی و روح جهانی به من گفتی. به خاطر اون من جزئی از تو شدم. پسر با دقت به صدای اون گوش میکرد و فکر میکرد این صدا از صدای باغ نخلستان هم زیباتره. من مدت هاست که منتظر تو هستم. من همه چیز رو در مورد گذشته‌ام، در مورد سنت هام و روشی که مردهای صحرا انتظار دارن زنان اونجوری رفتار کنن فراموش کردم. از وقتی که بچه بودم خواب میدیدم که صحرا هدیه فوق‌العاده‌ای برای من میاره. حالا هدیه من از راه رسیده و اون تو هستی. پسر میخواست دست فاطمه رو در دستش بگیره، اما فاطمه کوزه‌ای در دستش داشت. تو به من درباره خوابت گفتی. در مورد پادشاه و گنج تو، درباره نشونه ها. پس حالا من هیچ ترسی ندارم چون همون نشونه ها تو رو به اینجا آوردن و من بخشی از رویاهای تو هستم. بخشی از اون چه که افسانه شخصی میگی. به همین دلیل از تو میخوام که به راهت ادامه بدی. اگه باید تا پایان جنگ صبر کنی صبر کن، اما اگه میخوای قبل از پایان جنگ بری برو رویاتو دنبال کن. ماسه‌زارها توسط باد تغییر میکنن اما صحرا هیچ وقت تغییر نمیکنه. درست مثل عشق من و تو. مکتوب: اگه واقعا من بخشی از رویای تو باشم بالاخره روزی تو به اینجا برمیگردی. اون روز از اینکه مجبور شد فاطمه رو ترک کنه خیلی ناراحت بود. به همه چوپان‌هایی که ازدواج کرده بودن فکر میکرد. چقدر سخت بود که زنانشون رو متقاعد کنن که به مراتع دوردست برن. عشق مجبورشون میکرد در کنار افرادی که دوستشون داشتن بمونن.
در ملاقات بعدیشون این حرف رو به فاطمه گفت. صحرا مردان ما رو با خودش میبره و گاهی اوقات اونا بر نمیگردن. ما اینو میدونیم و به این موضوع عادت داریم. اونایی که بر نمیگردن بخشی از ابرها میشن یا بخشی از حیوانایی که تو دره ها پنهون میشن و یا آبی که از زمین بیرون میاد. اونا بخشی از همه چیز میشن. اونا به روح جهان میپیوندن و بعضیاشون هم بر میگردن و بقیه زنها خوشحال میشن. چون میدونن که شاید مردای اونا هم یه روزی برگردن. من همیشه به اونا نگاه میکردم و به خوشحالیشون حسودیم میشد. اما حالا منم یکی از همون زنها هستم که انتظار میکشه. من زن کویرم و به اون افتخار میکنم. از شوهرم میخوام آزاد و رها باشه. چون باده که ماسه ها رو شکل میده و اگه لازم باشه میپذیرم که شوهرم بخشی از ابرها یا حیوانات بشه یا آبی که از زمین بیرون میاد. پسر به دنبال مرد انگلیسی رفت تا درباره فاطمه با اون صحبت کنه. وقتی اون رو دید شگفت زده شد. مرد انگلیسی بیرون چادرش تنور عجیبی درست کرده بود و هیزم در اون میریخت و ظرف شفافی روی حرارت بود. این اولین مرحله کاره. باید سولفور رو جدا کنم. برای انجام اون نباید از شکست بترسم. همین ترس از شکست بود که من رو از کشف اکسیر اعظم دور کرد. اما حالا کاری رو انجام میدم که 10 سال پیش باید انجام میدادم. به هر حال خوشحالم که 10 سال عقب افتادم، نه 20 سال. همچنان در آتش هیزم میریخت. پسر صبر کرد تا کویر با غروب خورشید صورتی بشه. سپس حسی اون رو به سمت کویر میکشوند تا ببینه آیا در سکوت کویر میتونه پاسخ سوالهاش رو پیدا کنه یا نه. کمی اون طرف ها پرسه زد. نخلستان آبادی رو نشون کرده بود تا گم نشه. به صدای باد گوش میداد و سنگ‌ها رو زیر پاش حس میکرد. این طرف و اون طرف میرفت. یک صدف پیدا کرد و حد زد که بیابان در زمانهای خیلی دور یک دریا بوده. روی تخت سنگی نشست و مبهوت تماشای افق شد. سعی میکرد تا مفهوم عشق رو از مالکیت و تعلق داشتن جدا کنه و نمیتونست. اما فاطمه زنی از کویر بود. کویر بهترین کسی بود که میتونست به اون کمک کنه تا فاطمه رو درک کنه. همونطوری که روی سنگ نشسته بود و فکر میکرد حرکتی رو بالای سرش حس کرد. وقتی به بالا نگاه کرد یک جفت شاهین رو دید که در اوج آسمان پرواز میکردن. اونها رو در حالی که در مسیر باد پرواز میکردن تماشا میکرد. هرچند پروازشون به نظر خیلی عادی می اومد، اما حس خاصی رو در دل پسر به وجود می آورد که نمیتونست مفهومش رو بفهمه. با دقت به حرکت اون دو نگاه کرد و سعی کرد چیزی از اون بفهمه. شاید این پرنده های کویری میتونستن حس عشق بدون مالکیت رو شرح بدن. خوابش می اومد، اما از طرفی دلش میخواست بیدار بمونه. از طرفی هم میخواست بخوابه. من در حال آموختن زبان جهان هستم و حالا هر چیزی برام معنا داره. حتی پرواز شاهین ها. و پسر خوشحال بود که عاشقه. وقتی که عاشق هستی همه چیز معنادارتر میشه. ناگهان یکی از شاهین ها در آسمان شیرچه زد و به دیگری حمله کرد. وقتی این حرکت رو دید تصویری به سرعت از جلوی چشمش رد شد. لشکری با سربازانش که به سوی آبادی میتاختند. تصویر بلافاصله ناپدید شد، اما اون رو شوکه کرد. شنیده بود که گاهی خطای دید پیش میاد و قبلا هم چنین چیزی رو تجربه کرده بود که گاهی آرزویی اونقدر قدرتمند میشه که روی ماسه ها شکل واقعی به خودش میگیره. اما مسلماً حمله و یورش یک لشکر به آبادی از آرزوهای اون نبود. میخواست این تصویر رو فراموش کنه و به مراقبش ادامه بده و تلاش کرد دوباره به سایه های صورتی رنگ کویر و سنگ ها تمرکز کنه. اما چیزی در قلبش به اون اجازه چنین کاری رو نمیداد. پادشاه پیر گفته بود همیشه نشونه ها رو جدی بگیره. باز صحنه رو جلوی چشمش مجسم کرد و حس کرد که به زودی اتفاقی میافته. بلند شد و به طرف نخلستان حرکت کرد.
باز هم به زبانی که در همه چیز بود فکر کرد. این بار کویر امن بود و واه محلی ناامن. ساربان پای درخت خرمایی نشسته بود و به غروب نگاه میکرد. پسر رو دید که از اون طرف ماسه‌زار به سمتش میاد. پسر گفت: لشکری در راهه، من این صحنه رو دیدم. ساربان گفت: کویر قلب مردمان رو با این صحنه ها پر میکنه. اما پسر براش از شاهین ها گفت و این که پروازشون رو نگاه میکرد و ناگهان خودش رو غرق در روح جهان دید. ساربان فهمید که اون چی میگه. اون میدونست که بروز هر چیزی بر روی زمین میتونه تاریخ سایر چیزها رو بازگو کنه. یک نفر با باز کردن صفحه‌ای از یک کتاب یا دیدن کف دست یک نفر دیگه و کسی با برگردوندن یک کارت یا تماشای پرواز پرندگان. هر چیزی که ظاهر شده ناظر اون رو با تجربه خودش در لحظه ارتباط میده. در واقع این صحنه‌ها به خودی خود چیزی ارائه نمی‌کردن. فقط ناظر به اونها و به اون چه دور و برش اتفاق میفته نگاه میکنه تا بتونه راهی برای نفوذ به روح جهان پیدا کنه. کویر پر از مردانی بود که زندگیشون رو از راه نفوذ به روح جهانی میگذروندن. به اونها غیبگو میگفتن. اونها باعث وحشت پیر مردان و پیر زنان میشدن. مردان قبیله هم از اونها راهنمایی نمیخواستند، چون اگه کسی بدونه که در جنگ کشته میشه هرگز تن به جنگ نمیده. مردان ترجیح میدادن که در جنگ شرکت کنن بدون اینکه بدونن نتیجه چی میشه. آینده هم به دست الله نوشته شده و هر چیزی که اون بخواد خوبی انسانه. مردان قبیله فقط در زمان حال زندگی می‌کردند، چون پر از شور و هیجان بودن و مسائل زیادی وجود داشت که باید مراقبش می‌بودند. مثلا اینکه شمشیر دشمن کجاست؟ اسبش کجاست؟ یا اینکه روز بعد چه ضربه‌ای وارد کنه تا زنده بمونه. ساربان جنگجو نبود و با غیبگوها مشورت کرده بود. خیلی از اونها راست میگفتن و گاهی اوقات هم پیشگوییشون درست از آب در نمی اومد. سرانجام پیرترین غیبگویی که تاکنون دیده بود، کسی که بیشتر از همه محتاط بود، از ساربان پرسید: چرا اینقدر علاقه‌مند به دونستن در مورد آینده ای؟ خب میتونم کارها به انجام بدم و اون چوری که نمیخوام اتفاق بیفته تغییر بدم. در این صورت اونها بخشی از آینده تو نخواهند بود. خب شاید من میخوام در مورد آینده بدونم و به این ترتیب خودم رو برای اتفاقات آماده کنم. وقتی اتفاقات خوبی در راهه تو خیلی خوشنود میشی، اما وقتی قرار اتفاقات بد رخ بده تو قبل از وقوع اونها عذاب زیادی میکشی. میخوام در مورد آینده بدونم، چون من یک مرد هستم و مردا همیشه زندگیشون رو بر اساس آینده برنامه‌ریزی میکنن. پیشگو در تاس انداختن با شاخه‌های کوچک تبحر داشت. اونها رو روی زمین مینداخت و وضعیت افتادن اونها رو تعبیر میکرد. اون روز شاخه‌ای نینداخت، بلکه اونها رو درون پارچه‌ای پیچید و داخل کیفش گذاشت. گفت: من خرج زندگیم رو از راه پیشگویی آینده تأمین میکنم. من علم تاس انداختن رو خوب میدونم و میدونم چجوری توسط اونها به جایی که همه چیز در اون نوشته شده نفوذ کنم. اونجا من گذشته رو میخونم، میفهمم که چه چیزهایی فراموش شدن و نشانه هایی که در اینجا موجودن رو درک میکنم. وقتی مردم برای پیشگویی سراغ من میان، من آینده رو پیشگویی نمی کنم، بلکه حدس میزنم چه اتفاقی خواهد افتاد. آینده از آن خداست و او تنها کسی است که میتواند آینده را توسط مسائل غیر عادی و خارق العاده نمایان کند. حالا من چگونه آینده را حدس میزنم؟ از روی نشانه هایی که در زمان حال هستند. راز همینجا در زمان حاله. اگه به زمان حال توجه کنی میتونی ورای اون پیشرفت کنی و اگه تو به زمان حال مسلط بشی چیزی که بعد از اون میاد هم بهتر خواهد بود. آینده رو فراموش کن و هر روز تو با توجه به آموزش‌هاش سپری کن و اطمینان داشته باش که خداوند فرزندانش رو دوست داره.
هر روزی که فرا میرسه در درون خودش ابدیتی به همراه داره. ساربان پرسید: پیشابدهایی که خداوند توسط آنها به تو اجازه میدهد که آینده را ببینی چه هستند؟ فقط زمانی که اون خودش اونها رو نمایان کنه. و خداوند خیلی به ندرت آینده رو نشون میده و رونمایی از آینده فقط به یک دلیل صورت میگیره. این که این آینده به طریقی نوشته شده که قابل تغییر باشه. ساربان فهمید که خداوند بخشی از آینده رو به اون نشون داده و از خودش پرسید چرا اون پسر خواسته که به عنوان ابزارش خدمت کنه. برو و با رؤسای قبایل صحبت کن و به آنها بگو که لشکری در راهه. اونها به من میخندن. اونها بردال کویرن. چنین بردوبالی به کار با نشانه ها عادت دارن. خب پس احتمالا خودشون میدونن. اونها در حال حاضر متوجه این موضوع نشدن. اونها معتقدند اگر خداوند بخواد چیزی رو به اونها بگه، شخصی این کار رو انجام میده. این اتفاق بارها تکرار شده و این بار اون شخص تو هستی. پسر به نگهبان مقابل چادر سفید رنگ بزرگ در وسط لاهه رسید. میخوام رئیس قبیله رو ببینم. من نشونه ای از بیابان آوردم. نگهبان بدون اینکه چیزی بگه وارد چادر شد. بعد از چند دقیقه به همراه مرد عرب جوانی با لباس سفید و طلایی بیرون اومد. پسر به مرد جوان توضیح داد که در بیابان چی دیده و مرد عرب از اون خواست همونجا بمونه و خودش به داخل چادر رفت. شب شد و دسته جنگجویان و بازرگانان به چادر رفت آمد می‌کردند. مشعل‌های داخل چادرها یکی یکی خاموش می‌شد و سکوت آبادی مثل سکوت کویر بود. فقط آتش چادر بزرگ روشن بود. در تمام این مدت پسر به فاطمه فکر می‌کرد و هنوز نمی‌تونست آخرین صحبت‌هاشون رو درک کنه. سرانجام پس از ساعت‌ها انتظار نگهبان پسر رو به داخل راهنمایی کرد. پسر از دیدن فضای داخل چادر متحیر شده بود. تصورش رو هم نمی کرد که در وسط کویر چنین چادری وجود داشته باشه. روی زمین بهترین فرش هایی که تاکنون دیده بود پهن شده بود و از بالا لوسترهای طلایی که به شکل دست ساخته شده بودند آویزان شده بود و داخل هر کدوم شمعی روشن بود. رؤسای قبیله ها پشت چادر به کوسنهای نیم دایره‌ای ابریشمی مجلل گلدوزی شده تکیه داده بودند. خدمتکاران با طبقهای نقره‌ای پر از غذاهای رنگارنگ و چای رفت و آمد می‌کردند. سایر خدمتکاران آتش در قلیان‌ها می‌گذاشتند. فضا مملو از عطر خوش دود قلیان‌ها شده بود. 8 رئیس اونجا بودن و پسر به سرعت فهمید که کدومشون مهمترینه. کسی که در لباس سفید طلایی وسط نیم دایره نشسته بود و در کنارش همون مرد عربی نشسته بود که پسر بیرون چادر ماجرا رو براش توضیح داده بود. یکی از رؤسا در حالی که چشم به پسر دوخته بود گفت: این غریبه کیه؟ کیه که در مورد نشونه ها صحبت میکنه؟ پسر گفت: من بودم. و سپس ماجرا رو براشون تعریف کرد. یکی دیگه از مردان گفت: چرا بیابون چنین مسئله‌ای رو به یک بیگانه میگه در حالی که ما نسلاً در نسل اینجا بودیم؟ پسر گفت: چون کویر هنوز در برابر چشمای من عادی نشده. من چیزهایی رو میبینم که ممکنه چشمهایی که به کویر عادت دارن نتونن ببینن. در دلش گفت: به خاطر اینکه من در مورد روح جهان میدونم. نفر سوم گفت: لاهه یک محیط بیطرف محسوب میشه. هیچ کس به لاهه حمله نمیکنه. من فقط میتونم اون چه رو که دیدم براتون تعریف کنم. اگه نمیخواین باور کنین لزومی نداره کاری انجام بدین. مردان با حرارت و هیجان مشغول گفتگو شدند. عربی رو با لهجه‌ای صحبت میکردن که متوجه نمیشد. اما وقتی تصمیم به رفتن گرفت، نگهبان به اون گفت که صبر کنه. کمی ترسید. نشونه ها میگفتن که اشتباهی رخ داده.
از اینکه با ساربان در مورد اون چه دیده صحبت کرده بود پشیمون شد. ناگهان رئیسی که در مرکز نشسته بود لبخند زیرکانه‌ای زد و حس پسر بهتر شد. اون مرد در بحث شرکت نکرده بود و هنوز هیچ حرفی نزده بود. اما پسر که به زبان جهانی آشنا بود از چادر ارتعاشات صلح و دوستی رو حس می‌کرد و حالا حس درونیش میگفت که اومدنش به اینجا کار درستی بوده. بحث تموم شد. رؤسا چند لحظه ساکت شدن و به صحبت‌های رئیس بزرگ گوش کردند. سپس اون رو به پسر کرد و این بار حسی سرد و غیر صمیمی رو به پسر منتقل می‌کرد. مرد پیر به لهجه‌ای که پسر بلد بود گفت: 2000 سال پیش در سرزمینی دور، مردی که به نشانه‌ها ایمان داشت به سیاهی درون چاهی انداخته شد و سپس به عنوان برده فروخته شد. بازرگانان ما اون رو با خودشون به مصر آوردن. همه ما میدونیم که کسی که به رویاها اعتقاد داره تعبیر اون رو هم میدونه. وقتی فرعون خواب گاوهای چاق و گاوهای لاغر رو دید، این مرد مصر رو از قحطی نجات داد. اسم اون یوسف بود. اون هم مثل تو بیگانه‌ای بود که از سرزمینی بیگانه آمده بود و احتمالاً همسن تو بود. مکث کرد و هنوز در چشمانش هیچ صمیمیتی وجود نداشت. ما همیشه پیرو سنت هستیم. سنت در این زمان مصر رو از قحطی نجات داد و مصریان رو به پولدارترین مردمان بدل کرد. سنت و مردم ما میگه چجوری از کویر عبور کنن، فرزندانشون چجوری باید ازدواج کنن. سنت میگه که لاهه منطقه بی‌طرفه، چون هر دو طرف جنگ ها متعلق به آبادی هستند و در این صورت احتمال خطر برای هر دو طرف هست. هیچکس حرفی نمیزد تا مرد پیر حرفش رو ادامه بده. اما سنت چیز دیگه‌ای رو هم به ما گفته و این که باید پیام‌های کویر رو جدی بگیریم، چون هر چی که ما میدونیم اون رو از کویر آموختیم. مرد پیر علامتی نشون داد و همه ایستادن. جلسه به اتمام رسیده بود. قلیان‌ها خاموش شدن، نگهبانان مشغول نگهبانی شدن. پسر هم آماده رفتن شد که مرد عرب دوباره صحبت کرد. فردا ما توافقی رو که میگفت کسی در لاهه حق حمل اسلحه نداره میشکنیم. تمام طول روز مراقب دشمنانمون هستیم. وقتی خورشید غروب کنه افراد دوباره اسلحه هاشون رو به من برمیگردونن. برای هر 10 نفر از دشمنانی که کشته بشن 1 تکه طلا به تو خواهم داد. اما تا زمانی که جنگ شروع نشده کسی از اسلحه ها استفاده نمیکنه. اسلحه ها هم مثل کویر هوسبازند و اگر از اونها استفاده نشه دفعه بعد ممکنه عمل نکنن. اگر حتی یکی از اونها هم تا آخر روز استفاده نشه یکی رو برای تو به کار میگیریم. وقتی پسر از چادر بیرون اومد تنها نوری که وجود داشت قرص کامل ماه. تا چادرش 20 دقیقه راه به سمت چادر حرکت کرد. اون هشداری از یک خطر رو دریافت کرد. یعنی میتونست با روح جهان ارتباط برقرار کنه و حالا این کار ممکن بود به قیمت جونش تمام بشه. شرط وحشتناکی. اما اون قبلا هم شروط خطرناکی بسته بود. مثلا زمانی که به قصد افسانه شخصی گوسفندانش رو فروخته بود و به قول ساربان فردا مردن هم مثل مردن در هر روز دیگه. هر روز زنده موندن یا عزیمت کردن از این دنیاست. همه چیز به یک کلمه مربوط میشه. مکتوب. در سکوت راه میرن. اصلا پشیمون نکن. اگر اون فردا میمرد معنیش اینه که خدا قصد تغییر آینده رو نداشته. اما حداقل اون از تنگ گذشته بود. بلور فروشی رو تجربه کرده بود. سکوت کویر رو دیده بود و همینطور چشمهای فاطمه. از اون روزی که خونش رو ترک کرده بود هر روز رو پر از هیجان گذرونده بود.
اگر فردا میمرد چیزهایی رو دیده بود که خیلی از چوپانهای دیگه هیچ وقت ندیده بودن و به این موضوع افتخار کرد. ناگهان صدای رعدآسایی رو شنید و بر اثر شدت بادی که هرگز ندیده بود به زمین افتاد. مردی که سوار اسب بود سر تا پا مشکی پوشیده بود و یک شاهین بر شانه چپش نشسته. دستار و نقابی داشت و فقط چشمانش می‌بود. به نظر می اومد پیام آوری از کویر باشه، اما ظاهر شدنش خیلی قدرتمندتر از اون بود که فقط یک پیام آور باشه. سوارکار غریبه شمشیر خمیده و عجیبی رو از غلافی که به زین اسب بود بیرون کشید. تیغه شمشیر در جور ماه درخشید. چه کسی جرأت کرده معنای پرواز شاهین ها رو بفهمه؟ چه کسی جرأت کرده معنای پرواز شاهین ها رو بفهمه؟ صداش اونقدر بلند بود که انگار از لابلای 30,000 نخل الفیوم طنین انداخته باشه. من چنین جرأت کردم. تصویر سانتیاگو ماتاروس رو که بر روی اسب سپیدش نشسته بود و کافرین رو لگدکوب میکرد در نظرش اومد. این مرد دقیقاً شبیه اون عکس بود، اما این بار نقش ها عوض شده. من چنین جرأتی کردم. این بار صداش رو بلندتر کرد و سرش رو بالا گرفت و آماده ضربه شمشیر بود. با این کارم زندگی افراد زیادی رو نجات دادم، چون تونستم با روح جهان ارتباط برقرار کنم. شمشیر فرود نیامد. در عوض سوارکار اون رو پایین آورد تا جایی که به پیشانی پسر خورد و قطره کوچکی خون جاری شد. اسب سوار و پسر هر دو کاملاً بی تحرک بودند. پسر حتی حالت فرار هم به خودش نگرفت. قلبش پر از هیجان بود، چون نزدیک بود در راه افسانه شخصیش کشته بشه و برای فاطمه. بعد از همه این ماجراها نشونه ها درست گفته بودن. اون اینجا رو در روی دشمنش ایستاده بود. دلیلی نداشت نگران مردن باشه. روح جهان در انتظار اون بود و اون به زودی بخشی از روح جهان میشد. دشمنش هم فردا به این روح خواهد پیوست. اسب سوار همچنان شمشیرش رو بر پیشانی پسر نگه داشت. تو چرا پرواز پرندگان رو تعبیر کردی؟ من فقط چیزی رو تفسیر کردم که پرندگان میخواستن به من بگن. اونها میخواستن لاهه رو نجات بدن. فردا همه شما خواهید مرد، چون جمعیت مردان لاهه از شما خیلی بیشتره. شمشیر همچنان روی پیشانیش بود. تو چه کسی هستی که میخواستی خواسته خدا رو تغییر بدی؟ الله لشکریان رو به وجود آورده. پرندگان رو هم اون به وجود آورده. الله زبان پرندگان رو به من آموخت و جمله ساربان رو تکرار کرد. همه چیز توسط یک نفر نگاشته شده. غریب شمشیرش رو پایین آورد و پسر نفس راحتی کشید. اما هنوز نمیتونست فرار کنه. مراقب پیشگویی هات باش. وقتی چیزی نوشته شده باشه هیچ راهی برای تغییر اون وجود نداره. تنها چیزی که من دیدم یک لشکر بود. من ندیدم که چه کسی در جنگ پیروز میشه. غریبه از این پاسخ راضی به نظر میرسید، اما همچنان شمشیرش رو در دستش نگه داشته بود. یک بیگانه در سرزمینی بیگانه چه میکنه؟ من به دنبال افسانه شخصیم هستم. این چیزی نیست که تو بفهمی. غریبه شمشیرش رو در غلاف گذاشت و خیال پسر راحت شد. باید شجاعتت رو امتحان میکردم. شجاعت خصوصیتیه که از فهمیدن زبان جهان هم مفیدتره. پسر شگفت زده شد. غریبه در مورد چیزهایی صحبت میکرد که کمتر انسانی در مورد اونها میدونه. تو نباید درنگ کنی. حتی اگر راهی طولانی آمده باشی. باید عاشق کویر باشی، اما هیچ وقت کاملا به او اعتماد نکن، چون کویر همه رو آزمایش میکنه و در هر مرحله اونها رو به مبارزه میطلبه و کسانی رو که منحرف میشن میکشه. این حرفا رو قبلا هم از پادشاه شنیده بود. غریبه گفت اگر فردا جنگجوها به اینجا اومدن و تا غروب هنوز سرت روی شونه هات باقی بود، به دیدار من بیا.
در همون دستی که شمشیر رو در هوا تکون داده بود حالا شلاقی داشت. اسب باز بلند شد و هوا رو ابری از غبار پوشوند. همونطور که اسب سوار دور می شد پسر فریاد زد: تو کجا زندگی میکنی؟ دستی که شلاق داشت به سمت جنوب اشاره کرد. پسر کیمیاگر رو ملاقات کرده بود. صبح روز بعد 2000 مرد مسلح اطراف نخلستان الفیوم رو محاصره کرده بودند. قبل از اینکه خورشید به بالاترین نقطه آسمون برسه 500 مرد در افق پیدا شدند. سوار نظام از سمت شمال وارد لاهه شدند. ظاهراً ورودشون صلح‌آمیز بود، اما هر کدوم اسلحه هاشون رو زیر رداشون پنهان کرده بودند. وقتی به چادر سفید در مرکز الفیوم رسیدن، تفنگ هاشون رو از غلاف بیرون کشیدن و به چادر خالی حمله کردند. مردان لاهه سوارکاران مهاجم رو محاصره کردن و نیم ساعت بعد به جز یک نفر همگی کشته شدند. بچه ها به بیشه اون طرف نخلستان منتقل شده بودند و هیچ کدوم از این اتفاقات رو ندیدند. زنان هم در چادرها سرگرم دعا کردن برای سلامت مردانشون بودند و اونها هم هیچ چیزی ندیدند. اگر جنازه ها روی زمین نبود به نظر می رسید لاهه در حال گذراندن یک روز کاملا عادی. تنها بازمانده فرمانده جنگجویان بود. اون روز عصر اون رو نزد رؤسا آوردن. اونها پرسیدن چرا به سنت جنگ احترام نذاشته. فرمانده هم گفت مردانش تشنه و گرسنه بودن و به خاطر طولانی شدن جنگ دیگه توانی نداشتن. تصمیم گرفتن لاهه رو تصرف کنن تا بتونن به جنگ ادامه بدن. رئیس قبیله گفت که برای مردان قبیله متاسفه، اما باید به سنت ها احترام گذاشت. فرمانده رو محکوم به مجازاتی بدون احترام کرد. به جای اعدام با شمشیر یا گلوله اون رو از یک درخت بیجان نخلستان حلق‌آویز کردن و باد کویر جنازش رو تکان میداد. رئیس قبایل پسر رو احضار کرد و به اون 50 قطعه طلا داد. سپس داستان یوسف رو دوباره تعریف کرد و از اون خواست که مشاور لاهه باشه. وقتی خورشید غروب کرد و اولین ستاره ها نمایان شدن، پسر به سمت جنوب راه افتاد. سرانجام چشمش به یک چادر افتاد و گروهی که از اونجا عبور می‌کردن به اون گفتن در این منطقه جنیان زندگی می‌کنن. اما پسر نشست و منتظر شد. تا وقتی ماه بالا نیومد هیچ اثری از کیمیاگر دیده نشد. وقتی اومد 2 شاهین مرده روی شونه‌هاش بود. پسر گفت من اینجا هستم. کیمیاگر گفت تو نباید اینجا باشی، یا افسانه شخصی تو رو به اینجا آورده. با وجود جنگ‌های بین قبیله‌ای عبور از بیابون غیر ممکنه، پس من به اینجا اومدم. کیمیاگر از اسب پایین اومد و به پسر اشاره کرد که اون هم داخل چادر بشه. چادر این بقیه چادرهای لاهه بود. پسر اطراف رو نگاه کرد تا اجاق و سایر لوازم کیمیاگری رو ببینه، اما چیزی ندید. اونجا فقط یک ردیف کتاب بود و یک اجاق کوچیک و فرش هایی که با طرح مرموزی پهن شده بودن. بشین اینجا، نوشیدنی برات میارم که همراه با این شاهین ها بنوشی. پسر شک داشت که این شاهین ها همون هایین که دیروز دیده بود یا نه، اما چیزی نگفت. کیمیاگر اجاق رو روشن کرد و خیلی زود عطر خوبی فضا رو در بر گرفت. این بو از بوی قلیان خیلی بهتر بود. پسر پرسید چرا میخواستی منو ببینی؟ به خاطر نشونه ها. باد به من گفته بود که تو میای و تو به کمک احتیاج داری. منظور باد من نبودم. کسی که به کمک تو احتیاج داره و به دنبال تو میگرده یک مرد انگلیسیه. اون باید اول کارهای دیگه‌ای رو انجام بده، اما در مسیر درستش قرار داره. اون تلاش برای فهمیدن کویر رو آغاز کرده. نظرت در مورد من چیه؟ وقتی واقعاً کسی آرزویی داشته باشه، تمام کائنات دست به دست هم میدن تا به اون کمک کنن تا به خواستش برسه.
صحبت‌های کیمیاگر تکرار صحبت‌های پادشاه پیر بود. پسر متوجه شد شخص دیگه‌ای در مسیرش قرار گرفته بود تا به اون در رسیدن به افسانه شخصیش کمک کنه. پس تو میخوای به من آموزش بدی؟ نه. حالا تو هر چیزی که لازم بوده رو یاد گرفتی. من فقط میخوام راه گنجت رو بهت نشون بدم.